فقط 6 ساعت فرصت داری که گلت رو ایمن کنی. روز اول از چالش 30 روزه سلامتی در گوساله ها. اینو یادت باشه، گوساله در بعد تولد 6 ساعت فرصت داره که 10% وزن بدنش شیر مادر، اولین شیر مادرش یعنی آغوز رو دریافت کنه تا گلت ایمن بمونه و بتونی گوسالت رو از تلفات دور نگه داری. ارزش گوساله رو برای گرم کردن دمای بدنش رو ببینید. گوساله خودش رو میلرزونه تا دماش بیاد بالا. ما از لامپای مادون قرمز استفاده میکنیم تا گوساله گرم بمونه. گوساله دیگه به طور کامل سیر شده و دیگه اشتها نداره. معلومه سرشو میکشه، اصلا اجازه نمیده که بچه‌ها بهش ماک بدن. حالا اگر گوسالم 10% وزن بدنش رو نخورد چه کاری باید انجام بدم؟ اگه دوست داری بدونی عدد 2 رو برام کامنت کن.